هر چیزی که در زندگی ما رخ می‌دهد ما به تأخیر عکس زیبایی گرفته در شبکه‌های اجتماعی می‌گذاریم. آیا امروز چنین است؟ بسیار آگاه باشید. مردم دچار مشکلات و بلاها هستند. چرا؟ العين حق. شما باید این را دانید که نظر بد حق است. حدیث میگوید شما مردم را دعوت میکنید تا شما را چشم کنند. ببینید که امروز من چی خوردم. والله من صورت حساب کسانی را دیدم که هر طعام عکسشان را عوض میکنند. چرا؟ چون که من امروز مرغ مرجان خوردم. آیا شما نیز مرغ مرجان خوردید؟ آنها میگویند من این لازانیا را خوردم، این را خوردم، آن را نوشیدم، در فلان جای دم گرفتم، من در فلان مهمانخانه بودم، فلان لباس را پوشیدم. حتی کوچکترین چیز را میگذارند. طفل را لباس نو میپوشانند و عکسش فوراً باید گذاشته شود. والله که درسی هست. به سوره یوسف برگردید. در دو جای این سوره در این مورد ذکر شده است. یکی اش زمانی که برادران یوسف داخل آن قصر میشدند تا که غذا به دست آورند، پدرشان توصیه کرد که جداگانه داخل شوند و دلیل این در کتاب‌های تفسیر آمده است. این به آن خاطر بود که تا از نظر بد مردم در امان بمانند و آنان را چشم کسی نگیرد. این یکی از درس‌های هست که به ما می‌آموزاند. و در جای دیگر پدرشان به یوسف علیه السلام میگوید خوابت را از برادرانت پنهان بدار. خوابت را از برادرانت پنهان بدار. چرا؟ به خاطر اینکه شاید به تو ضرر برسانند. به خاطر چی؟ معلوم است به خاطر بخیلی و حسد. و در حدیث آمده است ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. بگمان حسد اعمال نیکو را نابود می‌سازد مانند آنی که آتش هیزم قاق را می‌سوزاند. این را همه می‌دانیم. پس برادران و خواهران عزیز، قبل از آنکه عکس خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارید، یک بار اندیشه کنید. قبل از آنکه عکس طعامخوری خود را گذارید، آیا هر چیز دیگری که نباشد. و من نمیگویم که کاملا از شبکه‌های اجتماعی دست کشید، بلکه هدف ما این است که در راه نیک از اینها استفاده کنید. یعنی به خاطر زیان خود استفاده نبرید. شما 1، 2، 3 یا 10 صورت می‌گذارید و کسانی هستند که آن را می‌بینند شاید تمام عمر در آرزوی آن چیز باشند که شما به آسانی به دست آورده اید. فکر میکنید این همه را آنها تحمل کرده میتوانند؟ شاید زمان برسد که در ذهنشان چیزی بد بر ضد شما پیدا شود. فکر میکنند که ببین که این شخص دنیا برایش جنت شده است و از طرف دیگر زندگیت که مشکلات ها داری آنها این را فکر نمیکنند. فکر کنید اگر همیشه مشکلاتمان را در شبکه‌های اجتماعی گذاریم، آنگاه زندگی پرجنجال خواهیم داشت. اما خاصیت انسان این است که همیشه خود را موفق نشان میدهد. عکس زیبای از خود و همه این را میخواهند. بنابراین هیچ باکی نیست برای صورت زیبا، اما نباید همیشه جزئیات بیشتر حیات خود را بگذارید. آن را با کسانی پهن کنید که در حقیقت شما را دوست می‌دارند. اما اگر بعضا چیزی را خواستید پهن کنید، آن را در دایره محدود چند نفر ارسال کنید. بگذار الله سبحانه و تعالی برای ما نیرو و علم و عمل نصیب کند.